ایراغون سر میکنیم. مالک هزار رحمت. وقتی که ما خیلی چوشتیم خیلی دیدم که جناب عالی همین کل میکرد که میگو نشو بنو خونمون همین گیش رون میکنیم. بله بله. کنیودا. وقت پیش رو اومد گفت که ببینه چرخی گردون رو جوان مرد چه مردیون رو بیاید جفت عزیزانم بسازم گیش روغون رو. بله. نوری روغون جلوگاهی پیر رو برنامه شود گر خدا رضا شود دیگانه آشنا می شود گفت یک مردی خردمند در وطن هم سخن بعدی چند تاجیکستان ملک زیبا می شود. این چیز زیبا شد. بگوتم که ای عزیزانم بیاید کاری روغون میکنیم تاجیکستان عزیز را گل و گلگل میکنیم قول دادیم نزد ملت میکنیم آن را ادا عشق را در نور گس مانند مجنون میکنیم اگر روزی شود که سخت آید وقتی کار دست آستین برداده آن را به ناخن میکنیم. بله. دشمن پیدا شود در وقتی کار در نزد ما آن پری را ما دیگرگون میکنیم. کامل و دلشاد گفتن این گپا رو با ایسو میریم از این جهان بنیاد روغون میکنیم. برای چهار میسه همه وقت تیارم چیزی بگم چهار میسه البته که میوه. تاجیکستان وطنم وطنی جان تنم تا وقتی که زنده‌ام دلم از تو نکنم. دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیار و کوهسارش باغ و بستان زمین دشت‌هایش لاله‌زار است کنارش دلکشا بریار و دوستان. بین چند کوه و دره پایان خمی قره وطن شاعر کامل جان نایه دنغره. دوست مراد و قوتوف نبینی دردی سر ای رحمت با صبر و بهانه آمدید ای خانه دوست مراد میگه باید بخون نمیکنه بهانه سخنی خوب قوتوف تا خیلی وقت میمونه. ای رحمت هر کس اگر بتونه در این دور زمانه او یگان شعر بخونه یا یعنی حال بشنانه دلی را نرنجانه آباد کنه ویرانه باید بیاره اگر اسماعیل سامانه نامی همو جوان مرد مانند پیشوای ما تا خیلی وقت میمونه. پیشوای تاجیکستان امام علی رحمان زنده بگرد اون نامی اسماعیل سامانه برای صلح و خلقش تک نیمی جهانه خلق جهان میشناسه امام علی رحمانه. ای نام سلامت رحمان در جهان میمانه جاویدانه کم آدما میشناسه شاعری کامل جانه. بگوتی استاد خیراندیش کامل شاعری روانه شاعری کامل جانه بگذار همه بدانه. فکر کنه رفیقان همین امام علی رحمان آیا فرزند دهقان او را که خدا داده اوضاعش در جهان رفت بین ترک ایران دولت افغانستان گریزه ها را آورد وطن عزیزشان رحمت به او بگفتن همه خورد و کلان همه معلمان هم پدر و مادران ای همه ده بسیارتر رحمت بگو کامل جان نشوید شما حیران. 5 اکتبر رفیقان همین امام علی رحمان ای ملک تاجیکستان به بین باغ و بستان با چند یار و دوستان برفت و عربستان باور کنیم. چشم قاشان سیاه زبان بلبل گویا باریزاگی تعالی برفت او مکة الله با حاجی عبدالعزیز در آمد خانی خدا نام نیک تاجیکا پهن کرد بر روی دنیا برد. کی میدونه چیاره؟ میدونه هر یک انسان فورم آب زمزمه جوان مرد در جهان فروزان همچون شمه کسی قدرش بداند بفهم که وی آدمه در حق امام علی لک رحمت گویم کمه. شنیدیم از تلویزیون صدایت قسم خوردی ادا کردی وفایت شنیدیم از تلویزیون صدایت قسم خوردی وفا کردی ادایت سپر کردی به خلق جان خود را بگفتن مادران احسن برایت. بگویم بر شما ای مرد عاقل که آن وقتا بودی بالاتر ای چیل اگر چندی که آن وقت بود مشکل نمودی کاری نیکی از ته دل برفتی کو در صحرای ساحل بکردی خلق عالم را تو قایل 1101 بار رحمت بر رحمان بگفت خواجه کامل. با دیگر از وقت شما دیدیم این استاد عزیزی من یک چیز قید میکنم با شما این یکم جایی ویش نیست. هر کس هم بسیار شاعرها را قایل کرده نمیتونم به مثل که خیراندیش به مثل اینا ولی جانی که در هم دیگه ما شاعر دیگر استادا الکه ای هنری استاد با خبرن و در چندین محفل ها میشنیم سخن هم میکنن درباره استاد میگن همون کجا ده اینا خودشون دیدن که گفته 25 ساله من در انمی جایم نرفتم دیگه اگه اونجا